1000 شما رو یاد چیزی نمیندازه آقای یحیی؟ آها گله استقلال داری؟ بله. چه ربطی به من داره الان؟ به شما اتفاقا به یه نفر مربوط بشه در این برنامه شما. تو خبرامون هم هست مفصل همش صحبت می‌کنیم. صحبت می‌کنیم. چه خبره؟ ببین آها اینه رو ببین. باری کلا استقلالیا آفرین. آره. تبریک میگم. پس حالا اینجاست اینو بگم. شما داشتین؟ نه استقلال اولین تیم. نه با 5 تا قهرمانی پشت سر هم داریم. استقلال اولین تیمیه که به 1000 گل رسیده. مهم نیست، مهم اونجا هم هست که بالای سر پرسپولیس هستی. حالا شما با گلاتون خوشحال باشید. من آمار خدمتتون اعلام می‌کنم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده در مورد آسیا هم بگیرین. ان شاءالله یه تیم ایرانی بالاخره بگیره چون کسی تا حالا نگرفته دیگه میدونید که. آره یه تیم ایرانی به جز استقلال. نه کلا تا حالش تیم ایرانی تو لیگ حرفه‌ای آسیا جام نگرفت. بریم سراغ اینو بگیم. ستاره رو شما توضیح به من بدید. مال قبل دیگه لیگ حرفه‌ای. مال هر وقتیه. و مبارک بشه. ما بالاخره یه چیزی گرفتی که بقیه نگرفتن. آقا مبارک باشه. ولی لیگ حرفه‌ای آرزو می‌کنم که تیم‌های ایرانی بتونن که به قهرمانی برسن. من غیر الهلال اینا رو شکست بدن قهرمان. من غیر استقلالی دارم نمایندگیتون می‌کنم داشته باشید. قشنگم دارید میگید واقعا. تعجب. معلومه برنامه‌ریزی شده بوده. نه والا فقط 1000 تومانیش برنامه‌ریزی شده. اینو دیگه پس نمیدم. این از خانم فلاح گرفتم. خانم فلاح می‌خواست ندی 1000 تومان. مجید به خاطر 1000 تومان. آره. شأن پرسپولیسی اینه؟ اصلا ربطی به پرسپولیسی بودن آها یعنی می‌خوای یادگاری داشته باشی از استقلالی. خب حله برو. 1000 تومان دادین دیگه. بمونه یادگاری. من حاضرم بابت این 1000 تومانی که شما یادگاری از استقلالیا گرفتی یا 10000 تومان بدم. من استقلالیا پول بدن یادگاری بدم میگیرم قبول میکنم. جدی هر چی نه دیگه. خب دوستان پیامکاتون رو بفرستید یادگاری بماند برای آقای یحیی. 30000 دلار که هست یه چیز. نه یادگاریه دیگه از استقلالیا. آقا اینو بگم که استقلال اولین باشگاهی که 1000 تا گل زده در لیگ برتر. تبریک میگیم به استقلالیا. رکورد بالاخره جالبیه. اولین گل رو علی موسوی زده 13 آبان 1380 و این 1000 گل 21 سال و 9 ماه و 24 روز زمان برده تا رسید به گل محمدی که چقدر 21 سال و 9 ماه و 24 روز طول کشید تا همینجوری که داری میگی صبر کن ان شاء الله این 1000 تایی منجر به اتفاقات خوبم بشه. خب 21 سال و 9 ماه و 24 روز 24 روز. آره. لیگ هشتم پرگل ترین فصل بوده برای استقلال. البته اینو بگم 165 تا بازیکن گل زدن برای استقلال توی این 1000 تا گل که البته 18 تاش گل به خوده، یعنی تیم‌ها به خودشون گل زدن ولی به اسم استقلال بالاخره ثبت میشه و یه حکم انضباطی هم بوده بازی گلگار که اونم 3 هیت شد. اینا هم هست. آرش برهانی با 80 گل در صدر لیست گلزنای استقلال قرار گرفته. عنایتی 60 گل است. فرهاد مجیدی 47 تا زده. سیاوش اکبرپور یادش بخیر چه بازیکن خوبی بود 42 تا گل زده. مهدی قائدی هم 31 گل برای استقلالیا به ثمر رسونده. اینم تعداد گل‌های استقلال در هر فصل مسابقات دیگه از لیگ 1 بگیرین بیاین تا لیگ 22 بهترین آمار همون لیگ 8 بود 70 تا گل زدن دیگه. کمترینش فکر می‌کنم لیگ 2 که 32 تا گل زده استقلال. در این 21 سال حساب کردم تقریبا هفته یه دونه گل زده به طور متوسط که بعضی این آمار رو ندارن. بعد اون گلی که برای زباهان حساب شد هر گلی که ثبت شده نتیجه بازی اون مهمه دیگه. الان میدونید چی آخه دارن کوری میخون. کوری داریم مثل راجع به حقایق حرف میزنیم. آقا میگم اصلا داریم راجع به از واقعیت داریم فکت میدیم، فکت واقعیت داریم میگیم. 1000 تا 2000 تا